سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهنگ لایف. ماه شریف رمضان را به هر یک شما مبارک باد میگویم و بهترین خوش خبر را برای غریب بچه ها، برای اپا ها، خواهرها و برادران، برای آن نفرانی که در شهر مسکو غریب هستند و میخوان که رجیستراسیون کنند و در رجیستراسیون کردن اگر مشکلی داشته باشند به شما اکای سهراب کمک میکند. یعنی که به ما مراجعت کردن که در ماه شریف رمضان با آنها کمک میکنیم و رقمهایش رو در زیر اکران های شما میگذارم. نویسید، زنگ بزنید. هر آن کسی که در حجت هایش برای رجیستراسیون کردن مشکلی دارد اکای سهراب پورا مشکلی آنها را حل میکند. پس نویسید، زنگ بزنید، میتواند که مشکلی های خود را در شهر مردم حل نماید. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. عید سعید فطر را به هر یک شما دوستان عزیز مبارک باد میگویم. بگذار هر یک شما چی آرزوی عملی که در دل دارید و آرزوی عملی نیکتون برسید. بگذار این عید بزرگ با خاندان هر یک ما و شما فیض و برکت را ارزانی بیارد. برای همه شما اولا سلامتی، تنی صحت، عمر دراز، خانه آباد، خاطر جمع، دل بیغم، چشم بینم آرزو مندم. زمان بر شما عزیزای دل، امیدوارم هر کجای دنیا هستی صحت و سلامت باشه. عید سعید فطر با تک تک شما مبارک باشه. روزه و نماز شما با درگاه الله قبول گشته باشه و 20 اپریل فراموش نساخته باشه. کمپانی احمدی یک بزم زیبا و فراموش نشونده برای خانم‌های عزیز و مادرای عزیز گرفته و امیدوار هستم تک تک شما را در آن شب می‌بینیم و با آهنگ‌های تر و تازه و آهنگ‌های دوست داشته شما در خدمت شما هستم. أنت نور الله فجرا جئت بعد الأسر يسرا ربنا ألاك قدرا يا إمام أنبيائي أنت في الوجدان هي أنت للعينين ديون أنت عند الهود ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امشب از 1000 شب بهتر است. از خداوند طلب میکنم در این شب مقدس مردم فلسطین را در پناهش نگاه دارد، از غم و اندوه دور کند. پروردگار مهربان همه ما و شما را در قطار بندگان دوستدارش قبول گرداند. پروردگارا تو زیاد بخشیده، بخشیدن را دوست می‌داری، پس ما را ببخش. پروردگار مهربان است و با امید مهربانی پروردگار بهشتی فردوس را نصیب ما و شما گرداند. آمین و رب العالمین.